سلام، به کانال من خوش اومدین. امروز میخوایم در مورد 6 تا اشتباه رایج که موقع نوشیدن آب اتفاق میفته رو شرح بدیم و بازش کنیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اشتباه اول اینه که میگن هرچی بیشتر آب بخوری بهتره، در حالی که این غلطه. بسته به شرایط، مثلا اگه هوا گرم باشه، فرد زیاد عرق کنه، خب طبیعتا نیاز بیشتری به آب داره. ولی به صورت میانگین تو شرایطی که فرد زیاد عرق نمیکنه، خانم ها میانگین 2 لیتر آب تو روز و آقایان 3 لیتر نیاز دارن. این مقدار اگه بیش از اندازه بشه الکترولیت های بدن رو به هم میریزه و فرد حتی ممکنه تشنج کنه. پس حواسمون باشه. آب باید تو زمان درست نوشیده بشه. یعنی چی؟ یعنی بهترین زمان نیم ساعت قبل غذا و نیم ساعت بعد غذا است. اگه وسط غذا زیاد آب بخوریم، این آنزیم هایی که کمک میکنن به هضم و جذب غذا رقیق بشن و فرد ریفلاکس میگیره بیشتر. به جای آب لوله کشی، آب تصفیه شده استفاده کنید، چون توی آب لوله کشی آلاینده های زیادی وجود داره که خطر حتی سرطان رو میبره بالا. آب رو سریع ننوشید، چون توی جذبش تأثیر میذاره. اشتباه 5 که خیلی اتفاق میفته اینه که فرد فکر میکنه وقتی تشنه است باید آب بخوره، در حالی که فرد همیشه به آب نیاز داره. نوشیدن مایعات نادرست یعنی چی؟ یعنی فرد فکر میکنه آب گازدار میخوره، چای میخوره، نوشابه میخوره، در اصل داره مایعات بدنش رو تامین میکنه، در حالی که این اشتباهه. اینا حتی ممکنه باعث دفع بیشتر آب از بدن بشن و فرد بیشتر به آب حتی نیاز داشته باشه. ممنونم که همراه من بودین. این بود نکات مربوط به نوشیدن آب. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.